هر وقت گندم یه کوچولو مریض میشه از این شیر برنجا درست میکنم. الان به منم بده. 2 تا قاشق آرد برنج بسه. من باشه بابا گندم انجامش بده. میذاریم قشنگ بپزه. من میخوام برم شیر بریز. شیر اضافه کن. کم کم شیر اضافه کن. اینجوری کم کم شیر اضافه میکنیم. حالا که با آب و مرسی همینجوری که گفتی. اینجوری دادی دست من بد دادم دسته. خب حالا که اینجوری شیرم ریختیم یه ذره یکی 2 قاشق هم شکر تقریبا میشه اضافه میکنیم. چون کره اضافه میکنیم. خب هم میزنیم دائم. خب این الان به این غلظت که رسید دیگه اوکیه. خب گندم خانم امون نداد خنک شه. بس خیلی چرب نکن چون که برای گلوت خوب نیست. و تمام. ما تمام هم میزنیم.